سلام، وقتتون بخیر. با ویدیوی جواب تمرین شماره 2 در خدمتتون هستم. این ویدیو بازم مربوط میشه به مبحث چاک. من تو این تمرینی که داخل گروه واتساپ فرستادم پرسیدم که این سه تا چاک که من براتون روی عکس مشخص کردم، سه تا ناحیه A، B و C، کدوم چاک صحیح هست که ما میتونیم بعد از اون وارد معامله سل بشیم. من این تمرین رو داخل گروه واتساپ فرستادم. این توضیح رو بدم دوستانی که الان دارن از طریق کانال یوتیوب این ویدیو رو میبینن یا از طریق پیج اینستاگرام ما، اگر داخل گروه واتساپ نیستین، ما 2 تا گروه واتساپ داریم. یک گروه برای تبادل اطلاعات بین اعضاست و یک گروه مخصوص مارکاپ‌های روزانه است که من اونجا مارکاپ هر روز و آپدیت تایم فریم 15 دقیقه رو اونجا میفرستم. اگر عضو گروه تبادل شدید حتما عضو گروه مارکاپ هم بشین، چون از مارکاپ‌ها و آپدیت‌های روزانه عقب نمونید. خب بریم این تمرین رو با هم دیگه بررسی کنیم. قبل از اینکه من تمرین رو حل کنیم، من توضیح بدم چاک چه زمانی اتفاق میفته برای ما. ببینید چاک زمانی برای ما در تایم فریم 1 دقیقه اتفاق میفته که قیمت 1 برسه به ناحیه 15 دقیقه، چه عرضه چه تقاضا فرقی نداره. و بعد از اینکه قیمت به اون ناحیه عرضه و تقاضا رسید، قیمت در تایم فریم 1 دقیقه بتواند، دقت کنید، در تایم فریم 1 دقیقه قیمت بتواند در برگشتش، الان یک روند سودی رو داریم، رسیدیم به یک ناحیه عرضه 15 دقیقه، قیمت بتواند در برگشتش به سمت پایین یک ناحیه تقاضای 1 دقیقه که توانسته آخرین بیوس رو به بالا رو بزنه، آخرین سقف رو به سمت بالا بیوس کنه، اون ناحیه 1 دقیقه تقاضا رو با سایه به سمت پایین بشکنه. ببینید با سایه، دقت کنید، شکست ناحیه تقاضا 1 دقیقه برای دیدن چاک برای من با سایه کفایت میکنه. اوکی، بریم روی چارت. قیمت یک روند سودی رو داره. اول ناحیه A رو بررسی میکنیم، چاک ناحیه A رو. ببینید این ناحیه تونسته آخرین سقف رو اینجا به سمت بالا بیوس کنه، بس از لحاظ BOS و شکست با بدنه انجام گرفته، قیمت رو رسونده به ناحیه تقاضای 15 دقیقه. بس این ناحیه A میتونه برای ما معتبر باشه. فعلا IFC داره، اوردر بلاک، سقف رو به سمت بالا بیوس کرده. اگر قیمت رسید به ناحیه تقاضا و برگشت زیرش رو با سایه دید، من میگم چاک نزولی من اتفاق افتاده. پس ناحیه A برای ما معتبر فعلا. بریم رو ناحیه B. چه اتفاق افتاده؟ قیمت یک حرکت سودی رو انجام داده، خودش رسونده به ناحیه تقاضا. این کندل سفید رنگ رو زده، میبینید؟ یعنی اینجا قیمت یک توقفی شکل گرفته، نتونست این سقف رو به سمت بالا بشکنه، یک پول بکی رو به سمت پایین انجام داده، خب، و دوباره به سمت بالا حرکت کرده و این سقف رو شکست و سقف رو بیوس کرد. این ناحیه تقاضا 1 دقیقه بعد از اینکه اینجا یک پول بک انجام داده، برگشته رفته بالا، این سقف رو به سمت بالا شکسته. پس میتونه ناحیه تقاضا 1 دقیقه خوبی باشه برای اینکه چاک نزولی رو اینجا بگیریم. پس ناحیه B هم میتونه معتبر باشه. الان 2 تا ناحیه داشتیم، ناحیه A رو بررسی کردیم، الان ناحیه B. چون ناحیه B بالاتر از ناحیه A قرار داره، بس عملا ناحیه A دیگه برای ما مهم نیست. ما بالاتر یک ناحیه معتبری رو داریم که چاک اگه اونجا اتفاق بیفته میتونیم اونجا چاکمون رو تاییدیه بگیریم، چون یک ناحیه تقاضاست، اوردر بلاک 1 دقیقه تقاضایی که تونسته سقف رو به سمت بالا بشکنه با کندل سوم، یعنی کندل اول خودش، کندل دوم و این کندل سوم IFC داره، گپ قیمت داره، بس اوردر بلاک برای ما. اگر به سمت پایین با سایه بشکنه، من میگم که چاک نزولی من اتفاق افتاد. اینجا میبینیم قیمت بعد از اینکه این سقف رو به سمت بالا زده، برگشته پول بک کرده و اومده با سایه زیر ناحیه B رو دیده. پس چاک نزولی من اتفاق افتاده. بریم ناحیه C رو بررسی کنیم. بعد از چاک نزولی من در ناحیه B چه اتفاق افتاده؟ قیمت دوباره شروع کرده، یک روند سودی رو گرفته، رفته بالا. آیا تونسته آخرین سقف ما رو که کندل رنگ مخالف مشکی است و پول بک از اونجا شروع شده به سمت پایین و چاک نزولی ما رو داده، آیا قیمت تونست سقف رو به سمت بالا بشکنه؟ نه. یعنی BOSی در تایم فریم 1 دقیقه ما نداشتیم، با سایه قیمت رو دیده. دقت کنید، BOS
در تمامی تایم فریم ها، چه 1 دقیقه، چه 15 دقیقه، چه 4 ساعته، باید با بدنه صورت بگیره. در تایم فریم 1 دقیقه الان اینجا BOS صورت گرفته. نه، چرا؟ چون این کندل ما نتونسته با بدنه بالای این سقف ببنده و فقط یک سایه و شادوی زده. پس BOS برای ما اینجا اتفاق نیفتاده و این ناحیه 1 دقیقه که جز نواحی خاص هستن آموزش دادم، سایه داره، کندل قبلش پوشش داده و این سایه توسط کندل‌های بعدی میتیگیت نشدن، مصرف نشدن، نمیتونه به عنوان کندل و اردبلاک معتبری باشه چون سقف رو BOS نکرده. پس ناحیه C عملا معتبره. الان کدوم ناحیه موند؟ پس ناحیه B موند. ناحیه A هم معتبر بود ولی بالاتر ناحیه B چاک نزولی ما رو شکل گرفت روی ناحیه B چون تونسته بود سقف رو به سمت بالا بشکنه. گفتیم چاک زمانی اتفاق میفته که در برگشت قیمت بتونه اولین ناحیه رو به سمت پایین با سایه ببینه تا چاک اتفاق بیفته و اولین ناحیه ما ناحیه شماره B هست. پس جواب این تمرین ما و چاک صحیح ما برای معامله سلی که اینجا گرفته شده ناحیه شماره B بود. امیدوارم این ویدیو مفید باشه براتون. خدا نگهدار.